آرزوات رو از دلت بیروز بیرون. ببین چند تا آرزوات مال امام زمان. امام زمان توی دل ما قریبه، تو خونه ما قریبه. دخترت الله کنه ولی یکی یادش دادی بچه کوچولو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن، همه رو. تمام خواننده ها رو میشناسه بچت، تمام هنرپیشا رو میشناسه، تمام فوتبالیست ها رو میشناسه، همه برنامه ها رو میدونه. شنبه کانال 1 چی داره، دوشنبه چی داره، کدوم سریال کی پخش میشه، همه حواسا رفته تو این تلویزیون، تو این قوطی جادو و سحرآمیز. ولی پسرت خبر داره، دخترت خبر داره امام زمان اسمش چیه، قرار کی بیاد، برای چی نمیاد. اینقدر که سریال ها رو دنبال میکنید ببینید این سریال بعدش چی میشه. وقتی هم نبینی از 100 تا میپرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم، پرسیدی این جمعه چه خبر، از امام زمان چه خبر. به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم، به اندازه یه فیلم سینمایی، به اندازه یه مسابقه فوتبال جوونا که چند شدند و کی برد و کی باخت، به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی. چقدر مایه اومدی برای امام زمانه؟ مگه شیعه نیستی شما؟ از کی سوال کردی؟ پیش کی رفتی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی را. شیخ محمود حلبی پیرمردای سفیدا میدونن من که میگم. تو همین یزد شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی، مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان، همه منبراش امام زمانی بود. گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود، مرحوم خباسیان شاگرد حلبی بود. شاگرداش همه میگن یا ابن الحسن. هر کی تو خط حلبی باشه منبر در بس مال امام زمان. کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این اون میچسبونن. و مرحوم حلبی میگفت یه مرغ، یه بوقلمون، یه مرغ تو خونت باشه، ببین تو رو به خدا کار. و خودش هم گریه میکرد، گفت امام زمان منو ببخش، من چیکار کنم، جامعه منو به اینجا رسونده این مثال بزنم. هی میزد تو دهنی گفت ای وای بر من چه خاکی بسرم کنم از دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثال بزنم. یه مرغ، یه بوقلمون تو حیات خونت باشه، یه رو بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز بوده رفته بیرون، تا کجا دنبالش میری بگردی؟ از همسایا میپرسی بوقلمون منو ندیدی؟ مرغ منو ندیدی؟ میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی، میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی. چند سالته؟ 50 سالته؟ 50 سال امام زمان تو نمیدونی کجاست، کجا دنبالش گشتی؟ کی رفتی بپرسی پسر فاطمه کجاست؟ چرا دلامونو دادیم به دنیا، خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه؟ به اندازه یه سند خونت که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی، یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره، امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکنه، اندازه یه سند. ای داد بیداد، امام زمان دلش خون، ولی خوشبال اونایی که بلند میشن یا ابن الحسن. روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با وضو میخوابن، رو به قبله میخوابن. اگر بدونن شب برای نماز شب بیدار نمیشن، سر شب نماز شبشون رو میخونن. میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه، میگه آقا من خوابم میبره لیاقت پیدا نمیکنم، بعد نماز مغرب عشاش، قبل 12، بعد از 12، قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم 11 رکعت بخونم، وای میسه میخونه، بعد میخوابه، رو به قبله میخوابه، میگه امام زمان خودمو به تو سپردم،
امام زمان میشه شب دست مبارک تو رو سینم بگذاری، تکونم بدی، منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمالتو ببینم. با عشق بازی با حجت ابن الحسن میخوابه، صبح بلند میشه، نماز صبحشو میخونه، زد عاشوراشو میخونه، تو نمازش اللهم کن لولیک میخونه. آقایون جوونا روایت داریم هر کس تو نمازش اللهم کن لولیک بخونه یا اصلا دعا فرج بخونه 90 چیز گیرش میاد. سندشو بهتون میگم برید مطالعه کنید. کتاب موعودنامه یا الفبای مهدویت، هر کی درباره امام زمان چیزی خواد بدونه تمام مطالب ناب رو آقای تونئی در این کتاب جمع کرده. آقای تونئی در کتاب الفبای مهدویت یا موعودنامه، اول همین کتابی که ورمیداری 20 صفحه است فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد. تا میگه اللهم کن لولیک دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوون هر چی میخواد بهش بده. خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد اوام. خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه. صبح که بیدار میشه نمازشو با اللهم کن لولیک. وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی ها این طوری هن. دم در میگه یا صاحب الزمان من خودمو به تو سپردم. آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده روها چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی بخواد ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاره امام زمان دستتو میگیره، بخوای گناه نکنی امام زمان دستتو میگیره. میدونی ما چوب کجا را میخوریم؟ چوب این نمیخوریم که به قول خودمون زیگزالی حرکت میکنیم، صاف نیستیم. روزه میاییم گریه میکنیم، عروسی میریم میرقصیم، با عرق خور میشینیم خوشابش میکنیم، با نماز شب خون میشینیم التماس دعا بش میگیم. یه رنگ نیستیم، به خاطر این چوب میخوریم. یه جور باش، خودتو دست یکی بده، امام زمانی باش. امام زمانی که شدی رفیقاتو امام زمانی انتخاب میکنی، قیافتو امام زمانی درست میکنی، نگاهاتو امام زمانی تنظیم میکنی، حرفاتو امام زمانی قرار میدی، سر سفره امام زمانی میشینی، کارات کار امام زمانی میشه. یه جور باش، یه رنگ باش. ما یه جور نیستیم، ما همه رو میخوایم داشته باشیم، همه رو. تو دانشگاه با چه چرونه رفیقیم، با ساقی تو دانشگاه رفیقیم، با اونی که فیلمو نمیدونم CD مبتذل برای بقیه جور میکنه با اون سلام علیک داریم، با اونی که شراب میاره و شراب میفروشه با اونم رفیقیم، با بسیجی دانشجو هم رفیقیم، با بچه فرهنگیاش هم رفیقیم، با مؤمناش هم رفیقیم. هم برای پارتیاش میریم، هم برای دعا کمیلش میریم، هم این ور میایم همون ور میریم. برای همین رشد نمیکنیم. یه رنگ باش، یه جور باش، یا زنگی زنگ یا رومی روم و الا به هیچ جا نمیرسی. یه نمونه شاید تاریخ براتون میگم دل بدید. یه پیرمردیه، میخوام یه تیکه قصه براتون میگم درد ما کجاست. آقایون جوونا قربونتون برم، از منبر تند و تیز من ناراحت نباش. به خدا قسم رفیق اونه که آدمو بگریونه، رفیق اونه که بگه من بهت گفتم، دشمن اونه که بگه من میخواستم بهت بگه. من دارم میگم اشتباهات ما رو تکرار نکن، یه جور باش، یه سمت برو، یه راه رو طی کن. امیرالمومنین ببین دور و بریاش کیان، ببین دور و بری امیرالمومنین سلمان، ابیذر، میثم، مالک، رشید حجری، خمیل، همه گلا دور علی هم. دور معاویه کیان؟
عمرو عاص، یزید، مروان، هرچه حرومزاده است دور هم، اینور همه گلا، اینور همه آتش بالا. نمیشه آدم بره پشت سر علی نماز بخونه، سر سفره معاویه نهار بخوره. نمیشه بابا، نمیشه در آن واحد اینجا هم روشن باشه هم تاریک باشه. نمیشه در آن واحد یه جا سفید باشه همون آنم سیاه باشه. یه جور، یه رنگ. اگه حسین رو قبول داری پس در خونه یزید چی کار میکنی؟ پس تو که تابلو علی بالا سرته، پس چرا مثل معاویه داری معامله میکنی؟ پس تو که اسم بچه تا علی میگذاری، پس چرا مثل معاویه عمل میکنی؟ یه جور باش.